السلام علیکم دواملای محترم. درباره حق همسایه چیزی میگفتید؟ البته همسایه بالای انسان حقهای زیادی داره، چون که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت فرمودند که این حدیث هم بخاری هم مسلم است که حضرت فرمودند که ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. گفتن جبرائیل علیه السلام هر وقتی که نزد من می آمد برای من حق همسایه را بیان میکرد، یعنی برای من حق همسایه را بسیار میگفت که همسایه حق داره. حتی میگه با اون قدری را زیاد میگفت که من گمان میکردم، فکر میکردم اینکه وقتی من وفات کردم، من بندگی کردم، همسایه از من میراث میبره، یعنی چنان حق زیاد داره. در حدیث دیگر که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردند که این حدیث صحیح است، متفق علیه، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. گفتن هر شخصیتی که ایمانی به خدا و ایمانی به روز قیامت داره باید که همسایش آزار ندهد، یعنی که همسایه به چنان حق زیاد داره. هر شخصیتی که ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت داره، یعنی باوری به گفته های خدا، باوری به خدا داره، باور به روز قیامت داره، این شخصیت باید که یعنی که همسایه را آزار نده. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند. در روایت دیگر که این حدیث امام احمد روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که شخصیت قال رجل یا رسول الله ان فلانه تذكر من كثرة صلاتها و صيامها و صدقتها غیر انها تؤذي جیرانها بلسانها قال هي في النار. جناب پیغمبر میگه شخصیت نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یا رسول الله، گفتن فلانی بسیار یعنی نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، صدقه زیاد میکنه، غیر اینکه اون شخصیت همسایش به زبانش آزار میده. همین قدر کمبودی داره. انسان خدا ترس از نماز میخونه، روزه میگیره، یعنی که صدقه زیاد میکنه و اما یک کمبودی داره، یک عیب داره که عیبش این است که همسایش به زبانش آزار میده. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که این انسان در دوزخ است، این انسان دوزخی است. گفتن اگرچه نماز و روزه و صدقه زیاد هم کنه، وقتی که همسایش آزار میده، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم این شخصیت دوزخی است. و در دوام حدیث گفتن که یا رسول الله، گفتند فإن فلانة تذكر من قلة صيامها و صدقتها و صلاتها و انها تصدق بالاسوار من العقیط ولا تؤذي جیرانها بلسانها قال هي في الجنه. در دوام حدیث گفتن یا رسول الله فلانی گفتن نماز کم میخونه، روزه کم میگیره، صدقه کم میکنه، اما خوبیش این است که همسایش آزار نمیده. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هی فی الجنه، گفتن این در جنت است، این جنتی است. گفتن یعنی که انسانی که همسایش آزار نمیده جنتی است. گفتن پیغمبر بزرگ انسانی که یعنی که همسایش آزار میده اون اهل دوزخ است. گفتن پیغمبر بزرگ صلی الله علیه و سلم. در روایت دیگر که این حدیث بخاری است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. تن قسم به نام الله که ایمان کامل نداره، قسم به نام الله که ایمان کامل نداره، قسم به نام الله که ایمان کامل نداره. قیل من یا رسول الله، پرسیدن که یا رسول الله کی کدام انسان ایمان کامل نداره؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الذی لا یأمن جاره بواقعه. گفتن همون انسانی که همسایش از زبان او آزارها میبینه، شخصیتی که امین نمیمونه همسایش از او، از زبانش، از دستش، از کردارش، یعنی که امین آزار میبینه از همسایش، او ایمانی کامل نداره. حتی در روایت دیگر گفتن که لا يدخل الجنه من لا یأمن جاره بواقعه. گفتن که داخل جنت نمیشوه شخصیتی که همسایش از ضرر زیان او امین نیست، یعنی که همسایش دائما آزار میده، ضرر زیان میده. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که او شخصیت ایمان کامل نداره. البته همسایه حق‌هایی که بالای انسان داره، مثلا نمک و چای و روغن و بعضی یعنی تبر و یعنی بیل و چیزهایی که یعنی انسان بسیاری حالت به اونها حاجت داره، وقتی اینها را پرسیدنی آمد باید انسان معن نداره. گوگیر از آن جمله اینها را باید حق همسایگی براش ادا کنی. این حق همسایه البته بزرگای دین در کتاب ها آوردن.
همسایه بسیار حق زیاد داره. انسان باید با همسایه‌اش خوش مناسبت و خوش معامله باشه. چه همسایه خانگی باشه، چه همسایه جای کار باشه. مثلا در این بازارها برادرها سودا میکنن، همسایه‌های یعنی از جانبشون همکارهاشون، اینها هم همسایه یعنی حق حقوق همسایگی دارن. باید که حق اینها رعایت شود.